دادگاه عالی تاجیکستان فعالیت سامانه نو تاجیکستان 2 یک کانال مربوط به حرکت اپوزیسیونی در جمهوری فعلا ممنوع گروه 24 و 21 عضو آن را در قلمرو تاجیکستان من و این کانال را تشکیلات اکستریمیستی و اغواانگیز اعتراف کرده است. حکم دادگاه هنوز روز 21 میلیون سال 2023 صادر شده است، ولی دادستان کل تاجیکستان خبرش را با گذشت 5 هفته تازه 25 میلیون نشر کرد. دادستان کل در اطلاعش گفت با حلنامه سود عالی جمهوری تاجیکستان از 21 ایون سال 2023 عریضه پروکورور گنرالی جمهوری تاجیکستان به منفعت حمایت اساسهای ساخت کنستیتوسیونی امنیت و صاحب اختیاری جمهوری تاجیکستان قانع کرده شده سامانه نو تاجیکستان 2 تشکیلات اکستریمیستی و اغواانگیز اعتراف گردیده فعالیتش در قلمرو جمهوری تاجیکستان منع کرده شد. همزمان فعالیت تمام سامانه و وبسایت های تشکیلات مذکور و صفحه های اینترنتی گروه اعضای آن در شبکه‌های اجتماعی تلگرام، فیسبوک، یوتیوب، اینستاگرام و دیگر سامانه های اینترنتی در قلمرو کشور بسته شدند. دادستانی درباره دلیل‌های منع دسترسی به این سامانه در حدود جمهوری تفصیلات دیگر نداده است، ولی شهروندان را هشدار داده است که در هر شکل همکاری نمودن با این تشکیلات اکستریمیستی و رهبران و اعضاهایش غیر قانونی بوده، مساعدت و انجام دادن عملهای مشخص به منفعت آنها باعث جوابگری جنایتی می‌گردد. فعالیت گروه 24 در تاجیکستان از سال 2014 به این طرف ممنوع شده است و اکثر رهبران و اعضا و طرفداران آن به اروپا پناه بردند. در این اواخر نو تاجیکستان 2 علاقه دومین رسانه مخالف حکومت کنونی تاجیکستان است که بسته می شود. دادستان کل تاجیکستان هفته گذشته خبر داد که دادگاه عالی جمهوری تاجیکستان با قرار خود 14 ایون سال 2023 پایگاه خبری پامیر دیلی نیوز یا پامیر نیوز را سازمان افراطی اعتراف کرده فعالیت آن را در کشور منع کرده است.